سلام دوستا، امید که جور و صحتمند باشین. خوش آمدین در ویدیوی دیگر ما. یک خبر خوش برای کسانی که در سوئیس زندگی میکند. سوئیس میخواهد قانون شبیه اتحادیه اروپا را اجرا کند که اقامت دائم برای شهروندان EU یا EFTA بعد از 5 سال کار فراهم میکند. بخش اقتصادی موفق است، زیرا کارگران خارجی را حفظ می کند، ولی حزب راستگرای SVP مخالف است، چون می ترسند مهاجران برای گرفتن مزایای اجتماعی بیایند. دوستا، اگر ویدیو را خوشتان آمده باشه دیگه همراه دوستایتان، همراه هموطنای خود شیر بسازین. تشکر.